سلام میگویم به شما بینندگان عزیز شبکه سفینه. این برنامه نوبتی خونی تاجیکستان است و ما امروز قرار داریم در خانه اپای اشور بیبی خاله عزیز و مهربانمون امروز یک خوراک بسیار بلذت را آماده میکند. انیقترش از خودش میپرسیم. سلام علیکم. علیکم السلام. و علیکم السلام. سلامت باشید خاله عزیز. خوش آمدین در خانه ما. سلامت باشد. الهی همه وقت دینمان تین باشد. بهترین. خوشمان عادل باشد. سلامت باشید. پروردگار فرزندان از بلاهای زمین آسمان خدا نگهدار باشد. همه وقت بنده های مؤمن به کجایی که باشند رای سفید تیشانه برای کار تیشانه بخت سفید تیشانه همه وقت ساق رفتن سلامت بر بگردن به بالای فرزند کشم. الله اکبر. اکنون من باوری کامل دارم که برنامه خیلی عالی می شود بعد از اون که خب خاله اشور بیبی یک گوی نیک کردن برای ما. امروز کدام خوراک رو شما آماده میکنید؟ من این مشکچریا برای بیننده ها تلویزیون سفینه بیننده های تلویزیون سفینه من آماده کردم. خیلی عالی. خیلی عالی. من دوستان عزیز باور کنید واقعا هم خوراک بسیار بلذت است و شاید اکثریت این خوراک رو آماده کرده باشند ولی امروز خاله اشور بیبی این خوراک رو به طور خودش آماده میکنند و بسیار لذیذ است. برای این خوراک یعنی مشکچری کدام محصولات امروز استفاده میبرید شما؟ من لوبی. خب نخود. خب موش. بله بیننده عزیز بار دیگر میگم مرحمت در اینجا لوبی موش و نخود یکجا کرده شده است و چند قدر پیش باید که این رو در آب تر کنید؟ من بیگا تر کرده بودم. بله یعنی که یک شبانه روز باید تر کرده شود. برای که اگر این موش بر وقت تر نکنی لوبیا بر وقت تر نکنی این نمیپزد. بعد دوامش بسیار 2 ساعت 3 ساعت دوام میرود میپزد. یعنی محصولات اساسی ما امروز هست لوبیا موش و نخود که خاله عزیزمون الکی از دیروز تر کردن در آب بعداً پیاز همین طور است. این پیاز قرنفل بلغاری پامیدور و نمک و روغن. این نمک و روغن. خیلی خوب. از چی شروع میکنیم؟ آیا کن بلگرش که از مایده کردن قرنفل بلغاری ها؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامت باشند. دوستان عزیز بار دیگر میگویم اون نفرانی که نوکک به شبکه سفینه پیوستن خاطر رسون میکنیم که مرحمت ادامه دهید شما. ما قرار داریم در خانه خاله اشور بیبی امروز آماده میکنند بسیار خوراک بلذت. من باوری کامل دارم که هر یکی شما بعد از خب دیدن این برنامه خواهشی آماده کردن این خوراک رو میکنید زیرا امروز با طور خاص با طور خودش آماده میکند اپای اشور بیبی. خیلی خوب. خب از همین میخواستم فهمم که عموما آماده کردن خوراک رو از کی شما آموختید؟ از کی آموختید؟ من گفتم من صغیره بودم از مادرم آموختم. ادامه خب صحبت میکنیم. از مادرم آموختم از بیبیم آموختم. ای مثال بگیرم که یک هنرمند دوزه. بله یعنی به معنای خوبش برای که میرد که یک جا میرد که یک اوقات میبیند مخلوش میشود. باید کوشش کند خانه بیاید کند. بله این ای خودی آدم هیچ وقت دانشمند نمی شود ملام نمی شود مثال بگیرم شاعرم نمی شود. درست است. من بود یا دیگر در نتیجه آموختن یکدیگر رو دیدن باید همه خیلی باشد. من ای اوچم آموختم ای کلونو آموختم ای مثال معرکه ها رفتم ای معرکه ها آموختم. من گفتم کنم شما وکی من یک توی رفتم در توی همه چادر دیدم. بله من در تی چادر به خودم شرطنامه بستم که باید که من همین کنم نکنم نمیشود. یعنی خوراک رو در نظر دارید؟ من همین آمدم به خودم فکر کردم من دوختم برای چی که من دیدم من دوزیدم ای وای هنری وای. درست. خیلی بچم. درست خیلی خوب. خب درباره خوراک ها گفتیم باز از خوراک های ملی کدام خوراک ها رو شما آماده کرده میتونید نام بر کرده؟ من عاشق به درجهش میکنم. سلامت باشه. انا آتلش هم باشد همه خیلی به درجهش میکنم. کمش کچریش هم باشد همه خیلی میکنم. من 2 سال 3 ساله
من در همه حولیم لوبی میکرم تا همه قاطم من امید میکنم کلونو بچه هم در دخترها در میتیم برای که اینم یه هنره اینم اگر که نتونی اینم قینه اینم کجا میدونی خیلی کار میکنی. خب درباره انم دختن گفتید خلای اشور بیبی، باز شما در برابر انمین هنری پخت و پز داشتن شما باز هنری دوزندگی نیز دارید ها؟ با غیر از همون قراقبا چیزها رو میدوزید؟ من جامه میدوزم، کرپه میدوزم، بولیش میدوزم، کرتا میدوزم به خودم با یگان بایم باشد. من همه کار دینا را میتونم و میکنم. یعنی شما یگان چی کم بود نیستم. درست. یعنی شما رو عینی حال جوان دخترانی که با قول غیر از همون تخم بیریون و خب کلبسه بله کلبسه دیگر یه چیز رو نمیتونن. شما یک همچون یک زنی پر تجربه، همچون یک زنی که خب 50 تون هنر است و با سین سالتون نگاه نکرده تا حال خب میپزید، آموده میکنید، مثلا میدوزید. چی گفتنی هستید برای همون نفران؟ چی مسئولیت میدید شما برای همون جوان دختران؟ من برای جوان دختر در زندگی چگونه باشد؟ جوان دخترها من گفتم که من یک کلون آوردم، من یک جا گفتن کسل شدم و گفتم که کلون یک اگر آش تفکر که آش بیارم بخورم. بعد کلون کرد و اکو کرد و بدینی من نشد. بدینی من نشد. من صحت شدم خیستم در سری صرفه کلون شدم گفتم که من چه خیلی که آش تپا میبرم تا همه خیلی میبری. من چه خیلی که همین اوقات کردم من خیلی اوقات میکنی. خیلی اینجای تعریف هم نه، اینجای تنقیط هم نه. حالا من کلین میده که خونم بدگی تا من اوقاتی که دیگه من نخورم و اوقات نمیخورم برای که میگه او بدلی همین زنه کردم یا نکردم. خیلی خوب. یعنی در برابر این شما نیز باز یک خوشتومانی بسیار از یک جهت جدی سختگیر و از جهت دیگر مهربانی هستید. من سختگیرم بله. خیلی خوب. یعنی عادتا خوشتومان باید همین خیلی باشد؟ یعنی جدی باشد و فهماند با کلین چیزی که نمیتوند از اودش بله. پگاه شوش گم میشنوه مثال شوش میگه که یک اوقات کمانده نمیتوند. حالا یعنی هم مطلب اون بگه هم مطلب من گفتم در کلون که گفتم که همه چیزا تیار کنه. گو ای خلا اکو همی خود غمتی اکو یا مخوله یا ویکی آشی تپا کن تپا تیز کن شراره دارم عرق فرارم. ای نردی خدا من دیگ ندارم آخی. سلامت باشم. رفت مردک دیگ آورد بزرگ دیگ آوردی. گفت که آشی تپا مردک بچور کسل ویای. گفت که کن آشی تپا کن. با همین با تکرار کرد گفت که نه آرد ندارم. بیچاره مردک با رفت آرد آوردی از بزرگ. نه که هنر نداشت. آخران آمد چی گفت؟ هنر مردی خدا هنر ندارم. ای بلاد بزنه آخه هنر نداره. سلامت باشه. درست. انا دوستان عزیز نصیحت و سخنانی که واقعا هم اکثریت ما در زندگی با میخونیم که مثلا بهانه زیاد پیش میارن که انا این محصولات نیست اون محصولات نیست، لیکن در حقیقت اگر گیریم و تحلیل کنیم همون جوان زن همون جوان دختر خودش از عهده پخت و پز کردن نمیبراید. بله. یعنی به طور خودشون خیلی خوب گفتند اپای اشور بیبی این خب چیز رو این پرابلم رو باید باید گیرید بیننده‌های عزیز و گفتید که شما مثلا در همون سالهای پیش خب وزنی ها بود. بله. و کوشش کردید که شما مادرتون یک فرزند شما رو تولد کرد و درباره پدرتون میخواستم فهمم که پدر 6 ساله بودم پدرم مرده است. 6 ساله بوده یعنی در جنگ اشتراک کرده بودن جنگ دوم جهانی. بله بله. یعنی شما پورا در تربیت مادر بودید؟ پورا تربیت مادرم دیگه. من مادرم همین عمرش برای من ادا کرد نه که در وقتی راحت با خسرت من ماندم.
روحشون شاد باشد. خیلی خوب. اکنون تو این دم چیکار کردن؟ اپای عاشور بیبی ریزه کردن الکای قلمفروی بلغاری رو باز ادامه میدهند. دوستان عزیز بار دیگه میگیم که اون نفرانی که نوکک با شبکه ما پیوستند میگیم که ما قرار داریم در خانه خاله عاشور بیبی آماده میکنند ماش کیچری، خوراک بسیار لذیذ، خوراک بسیار فایده‌آور، خوراک بسیار سبک. یعنی هر یک خوراک لذیذ رو دوستان عزیز بارها میگویند، متخصصان میگویند که استعمال کنید ولی موافق معیارش. از همین لحاظ از حد زیاد استفاده بردن گوشت نیست فکر میکنم و سلامتی ضرر دارد. همین طور است. نمیتونن کلانشان یاد نمیتونن. این خیلی مثالی گم یا مثال عادی من میبرم. این من همه هنر دارم نمیکنم. این همه تیاره فرزندام هم میبینن که همه خیلی اوچم، همه خیلی خورسوده، همه خیلی رفسوده. ای کجا میدونن که من چی هنر دارم، من چی کار دارم. اگر من همین را دوام بتیم بابا یا ممکن بینن از خودشان یک خلاصه برارن بهتره. یعنی حتما باید کلانسال باید که نمونه عبرت باشد. باید نشان دهد به فرزندان و کلین ها. بله. خیلی عالی، خیلی خوب. الکه من فکر میکنم که کفایه است ها؟ ما کفایه باشه کفایه. خیلی تمرین کنم بخیر. بله. مایده میکنیم و بار دیگر میگویم دوستان عزیز که واقعا هم وقتی که شخص صاحب هنر هست هیچگاه مثلا خور نمی شود و در زندگی موفق نیز میگردد و کمک میرساند. همین طور است. گفتید که خوراک‌های ملی خب کدام نمودهای خوراک‌ها رو باز بیشتر آماده میکنید برای خاندان، برای فرزندان؟ من یا اشتوپه سه خیل میکنم. یا از یک اشتوپه؟ باریک میبرم کاسگی میخورن، میخوردن. انا با اول قوسر میبریدم طبق نمیکشیدن میخوردن. با اول چارکنجا میبریدم میکردم میخوردن. من بهار باشد پودینه، سرخیه، ریحانه چیزی که باشد میکنن در روش میریدن میخورن. حاضرم تا حاضرم یا بچه من میگه که اوچه همانا یا برکو با من خورد تا حاضرم. سیروجیدینی بچم سلامت باشن. من فکر میکنم که سیروجیدین بسیار نفر خوشبخت است که چون این مادر هنرمند دارند که مثلا از اودای پختن خوراک‌های ملی به طور عالی میبرند. تشکر زیاد. با آخر رسوندیم اکنون ادامه میدیم. شروع میکنیم با میده کردن پیاز. خب خاله عاشور بیبی مثلا ادامه دید، من سوال میدم شما جواب دید. خب مثلا در همین در حیاتتون مثلا عمرتون به خب 85 رسیده است. باید که شخص در زندگی چی کارها رو انجام دهد، چگونه باشد که در زندگی موفق شود، در زندگی مثلا خب برای درست رود. شما همچون یک نفر تجربه دار چی مصلحت میدید؟ مصلحت میکنم که پدر و مادر سختگیر باشد برای فرزند. جدی باشد برای فرزند سختگیر باشد. فرزند این بگه یا جا میردش هم نمی بیاید. حاضر پدر و مادر رو نمیپرسن بچم در کجا بودی؟ درست. چوه دیر آمدی نمیپرسن. نه که من همه خیلی تربیه کردم فرزندام که از در همسایه یک خس آورده حولیده ندر آوردیم. یک دختری مردم آسینش نقب دیان. همش خودم رفتم خودم کلون کردم. سلامت باشم. یا تا از شهر کلون کردم، یا تا اسکیز کلون کردم، یا تا شهر نو کلون کردم، یا تا مولونجار کلون کردم، یا تا بغل بیلردوش کلون. همش خودم کردم. سلامت باشم. یکم بچم رفته همون من میگیرم گفتگی نیستم. من خودم با خواهش دل خودم کنم. درست. یعنی گفتنی هستم که خاله عاشور بیبی صاحب 7 فرزند هستند، 5 پسر 2 دختر. هر یک فرزندان همش الکای صاحب اویله بله فرزندان. خیلی خوب، خیلی خوب. و یک چیز دیگر رو باید بگویم که عموما برای آماده کردن خوراک، برای همین دوخت و دوست کردن شما گفتید که مثلا شاید نکنید، لیکن شما وقتی که کوشش میکنید نشون میدید الکای از شما عبرت میگیرند. همین طور است؟ بله. خیلی خوب. ادامه میدیم.
کلین میدک آوردم. من هر زمستان شود با من 10 کیلو اردک بیرون میکنم خودم. تیار میکنم روغن کتی بیرون میکنم. با یک کلین میگه خدا نمیتونم بشیم پیشم ده بشینم یا کوفتنگیر یا من نگاه کردم میتونم تر نشان میدم. یاد گرفتن این حاضر توپ بریم هم یاد گرفتن، نونپزیم هم یاد گرفتن، آشکنیم هم یاد گرفتن. گنده نکردم خیالم ده. بهترین کار کردید شما. گندگی نکردم. جوش بیایا جوش بیایا یکم کنن جمع میکنم. به این نمیشود. درست است. به این نمیشود. معقولم نباشه گم میزنم. یکم به این زندگی ده بچم هر پستی بلندی بسیار میشود. باید که اومده بود. هر یک چی قلبی ده میغلطی تو میبروی که خیلی وقت میگذره. و همشه کوشش کردن در کار، همشه پشت سر کردن در کار. امروز خشتمان یک گپ زد، شویش پلاغ زد، برای خونی و تد، برای خونی و چه خبره بر زندگی چی میشود؟ حیات چی میشود؟ فرزندو چی میشود؟ فرزندو میگه که امروز اینا بیوتا میمونن. من دیسودم بسیار زنها دخترای یوش برای یک شپلاق شوش یا برای یک گبی خسور خشتامانش میخیزه میبروی میره خونه آتش. درست. نه که همین اگر شما با معقول باشد من ده معقول نیست. نه با هیچ کس معقول نیست. واقعا هم خب سخنان بهترین گفتید. واقعا هم برای که شخص اگر خواهد که زندگی خوب برپا کند باید که با وزنی های زندگی تو بود بتواند. بله. مثلا نه که طاقت که نکدی، صبر نکدی، پس سر نکدی. پیش آدمای ما بیهای ما میگفتن که سری کفیده تگی تاقی. بله. دست شکسته درون آستین. اوچت پرسید غلطیدم سرم کفید غلطیدم دستم شکست. نه حالی گپ دروغ میگن. بله. برای چه دروغه؟ زندگی همشه پناه میکنم. همه گپ پناه میکنم. نه که همه کار که تغری و گپ نزدی و هم خیلی وای کدی هم خیلی خونه ویران میشوی. خیلی خوب. دوستان عزیز باز یک هنر خیلی خوبی دیگر دارند اپای اشور بیبی در برابر خشتمان بسیار جدی بدنش، در برابر خشتمان مهربان بدنش، در برابر خب همین چی میگویند آشپز بسیار خوب بدنش باز یک هنر روبای سرایی دارند که بسیار خوب میسرایند. این هنر را شما از کی آموختید و از کجا آموختید؟ این هنر خودم میکنم. آفتاب نوری های در از دلم سر میزند، مرغ دلم در قفس صیاد و جعفر میزند. مرغ زیرک بودم و بیلا و تقدیر خدا، دانه ناچین افتادم در این دام بلا. دانه ناچین افتادم در این دام بلا. آفرین. بهترین. خب ادامه میدیم باز اگر بسیار روبوی ها میدونند. خب خالای عزیز اکنون پیاز کفایه است یا باز ادامه میدیم؟ بس است. خب در اینجا پمیدور رو ریزه میکنیم. دوستان عزیز اکنون قسمت اول در همین جو با آخر رسید. قسمت اولی برنامه ما خالای عزیزم قلمفور بلغاری رو پیاز و پمیدور رو الکی خب ریزه کردند و قسمت دومی برنامه ما چون گفتیم در نزد دیگ صورت میگیرد. ما رو همراه باشید. بعد از چند لحظه برمیگردیم. پمیدور من اندازه سیوم بالگرش که من اندازه اینای اوقاتی به پای قدم شود برای خبر روزی شود دینای چین شود فرزندکای و کجایی که باشن ساق باشن سلامت باشن برام بیایم به سفر باشن به سفر باشن.
بوی اینجا بود. نیاد دمار بیسته. Çok şavada. اکن آب میاندازیم. اکن ماش نخود و لوبی بیا میاندازیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لای اوقاتی به برکت و اوقاتی به پای به قدم شو فر انداز اکل لگن کتی انداز. اکنون خولا چند دقیقه باید جوشادی؟ نه علاق دسته بشد با علاق خیلی مصلحت میکنیم. یعنی یک نیم ساعت ها؟ نمکش رو اوزی میاندازیم. بیننده‌های عزیز، مشکیچری آماده شد و خوله اشور بیبی به طبق میبردارند و میچشیم و میبینیم که چگونه لذت و چگونه مزه دارد. همین طور است. مرحمت. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوقاتی به پای قدم شود. پروردگار مهمانکای به رزق و به روزی به پای قدم شود. بسم الله الرحمن الرحیم. آنها بسیار بوی لذیذ دارد بیننده‌های عزیز، واقعا هم. نه. آخه رالی گوشت بازه میکنین. بله بله، همین لوبیا ها. واقعا هم درست میگن. خوله اشور بیبی. خب انمون غیزانوکیه که لوبیا دارد واقعا هم. دوستان عزیز، بعد از چند لحظه در نزد دسترخوان با خوله اشور بیبی میچشیم مشکیچری رو و میگوییم که چگونه مزه و چگونه لذت دارد. ما رو همراه باشید. این برنامه خوری تاجیکستان است از شبکه سفینه. اکنون دوستان عزیز نشستیم با خوله عزیز و مهربانم سر دسترخوان خوله اشور بیبی و میچشیم مشکیچری رو که به واسطه خوله عزیزم آماده کردن. با اشتیا باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار لذیذ است. دستای شما در نمی‌بینند. خوله عزیزم، خوله اشور بیبی بسیار بامزه است. یک لذتی به خود خاص دارد و من فکر میکنم که شما رو دیده انمون جوان دختران کدبانوها در حال از پای آماده کردن مشکیچری میشوند. همین طور است. بله. خیلی خوب.
بسیار لذیذ است. من یک خب دیگر میگیرم با اجازت شما. در آخر بانمون بیننده ها چی گفتنی هست شما؟ الهی بیننده ها را عمری درستی هستند، تنی صحتی هستند، دلی بیغمتی هستند، روحی سفیدی هستند. پروردگار کسب و کارشان برکتی هست. فرزندکای سالمتی هستند، فرزندای با توفیق و با انصافی هستند. پروردگارم با کجای باشم سفرهای به خطر کنه، ساق رفت سلامت بر بگردم. دینامون تینج کنه، امان کنه، فرزندامون در پشت پناه خدا نگهدار باشه. بلایی که زمین ای بالا آمد به زمین ببرداره، بلایی که به سر ما آمد پروردگار زیر سپاه شود، ساق بروان سلامت بر بگردن. شما را عمری درازی و برکت عطیه، فرزندکای سالم و صالحتی عطانه، کسب و کارتانه برکتی عطانه، درازی و برکت عطانه. تشکر زیاد به شما خاله عاشور بیبی برای آماده کردن یک خوراک بسیار بولذت. بینندگان عزیز، من فکر میکنم که در برابر دیدن این برنامه شما نیز در و که قصه همین خوراک رو آماده میکنید، زیرا این خوراک بسیار لذیذ است. گفتیم نخود، لوبیا و ماش دارند و ماش کچری میگن این خوراک رو. تا دیدار نوبتی سلامت باشید و همیشه خوراک‌های لذیذ تاجیکی رو استعمال نمایید. خیر دوستان، تا بازدید. رحمت کلام. رحمت شما بام رحمت. شما سلامت. تشکر زیاد به شما.